آره همش رو درست یه کردم. شد همش. نخوردی مگه همش رو؟ چند تا دونش مون بابا، من نمیتونم اون همه رو بخورم. اورانگوتانم من. تو که خوب میخوردی. من خوب منه میخورم. همه لایف گذاشتم. خب من چی گفتم خوب منه میخورم. میگم تو که خوب غذا میخوردی. منظورم غذا، اینه. آره غذا خوب میخوام، خوبم خوردم عشقم. خال بقیه‌ش هم بخور. دیگه میگن کاه از خودت نیست، حالا کاه هم از خودمونه ولی کارتونم آلونم از خودمونه. نشین گوشی ببر عقب عزیزم. شده ندارم قربونت برم. یه کارای سختی از آدم میخواین توی بعضی از شرایط که واقعا آدم قادر به انجامش نیستم. من حوصله هیچ کاری ندارم فضلشم. بچه میگین گوشی ببر عقب‌تر. من خودم شاید قزقز بخورم قز برم یکم عقب‌تر، ولی گوشی نمیتونم ببرم عقب‌تر که. شاید قز برم عقب‌تر ولی گوشی نه. دستم اصلا نگاه کن به هیچ جا نمیره. دستم اصلا به هیچ جا نمیره. شورت هم پام نیست. باید حوله رو درست بپوشونم که وقت جایی معلوم نشه. حواسم باشه. زشته عیبه. به هر حال آدما نباید عورتشون مشخص بشه. عورت که میدونید یعنی چی؟ عورت یعنی مثلا آلت تناسلی اینا بهش میگن عورت. عورت آره. برای مردم میگن. بر مردم میگن عورت. برای زنا چی میگن؟ برای زنا میگن واژه. نه عورت کلا عورت زن و مرد با هم راست دیگه میگن عزیزم. مثلا اون زمانی که مثلا گولمون زدن گفتن آدم ها هوا سیب خوردن گفتن عورتشون مشخص شد، یعنی اون چیزی که نباید معلوم بشه در آوردن، یعنی عورت لباس نبوده که لخت اون میگشتن. آره بابا لباس کن هوا لباس تنه چون که نمیکنن لخت بودن. فهمیدن که زشته باید لباس بعد تازه فهمیدن زشته باید مثلا عورتشون رو بپوشن. الان منم اعتقاد آدم و هوا رو دارم. عورتمو فقط میپوشنم. عورت همین چیزی که جلوه. عورت با بازتن و سینه و اینا فرق میکنه. همه چجوری داری نگاه میکنی ها. عورتمو همیشه میپوشونم ولی عورتم با نوک مثلا اینجا میپوشونم چون خیلی حساسم. همه چرا اینجوری نگاه میکنی؟ ها حامد چرا اینجوری نگاه میکنی؟ دارم حرف میزنم. خب مگه بعد عورتمو بپوشونم؟ تا حالا کسی که عورت منو ندیده. تا حالا مگه عورت نشون من تا حالا عورت نشون شما دادم؟ تا حالا شما تنها چیزی که از من حرف قطعیه. چی؟ حرف قطعیه. یعنی چی؟ حالا گیر داری کیرخواهی عورت من که عورت نشون شما ندادم. عورت هنوز مونده. گوخوری نکن. آره کلی عورتای عفونتی میان تو لایوم رویا. کلی عورتای عفونتی همشون حسود چش ندارن آدمو ببینن. بس که چش تنگه چش ندارن آدمو ببینن. یه مش عورت عفونتی میان اینجا. دیانا مداحی کن مداحی. آخی الان مداحی هم میکنم برات عزیزم. برای چی مداحی نکنم؟ آخی لا 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 لا. این کاری نمی کنم دیگه. کنترل دستامو ندارم. احساس میکنم خیلی وقت مشروب نخورده بودم مست شدم. احساس شوخی میکنم. تو به نظر تو هم مست میشم؟ میخوام تازه بشم مدعی کنم.
نه من آدمم ولی آدمی هم که مست نمیشم. چرا میشمخت؟ نه. نه مستی تو رو من دیدم. نه مست نمیشم. من اگه مست شده بودم الان عورت نشون میدادم. غلط کردی. وایسی یه جا بذارم بچه هایی هی میفته به قرآن. میخوام برات مدعی کنم نمیتونم. آخیش آی پرسینگ نافم درد میکنه. نافم پرسینگ زدم درد میکنه. çok acı var. Piercingi çok acı var. Ay çok acı var. Aa. پس اجده بذارم حامدم ببینید شما. حامد میخوامه. منم میخوام قشنگ تو لایو دارم میبینن پسنم بیایم برتر. وای فکر کنم حامد عورتم مشخص شد. گوه خوردی اگه مشخص باشه. پدر جد بزو در میارم. غلط کرد چه بی عربی میکنی بی تربیت. چه جوری میگی عوضی بی عربی چقدر. درست گفتم. من موهای من نگاه. عورت کاری نکن عورت رو نشون به دست سوخته. چی میگی؟ یکم بغ بزن. شربت شهامت خوردی؟ جام زهر نوشیدم. شربت شهامت خوردی؟ جام زهر نوشیدم. جام زهر نوشیدم. جام زهر. بریم بخوابیم فردا کار داریم زود بیدار شیم. اینو دیگه نخور دیگه بریم بخوابیم. میخوام من بخوابم ولی اینم میخوام بخورم. پس زود بخور. تو فکر کردی با 5% من چیزی میشه؟ دارم 5 میگم تا 5 بخندم. درصد میشه 25 درصد. 5 تا 5 تا نرسیده. الان یکی دیگه فکر کنم هست. باید من بخورم بعد بخوابم خیالم راحت شه. این همه پنجمیشه داری میخوری؟ چند میشه؟ پنجمیشه. واقعا؟ بله 5 تا 5 درصد میشه 25 درصد. حامد نمیری ردبول بگیری اون مشروب بخورم؟ نه ما میخوایم فردا خودت میخوام می‌دونی بخوابم. من داری خودم میدونم کار فردا داری. کار دارم. باید برم فردا صبح زود پاشم برم اونجا. بعد تو پاشی بری اونجا. بعد من پاشم برم اونوری. بعد تو پاشی بری اونور. بعد با هم دیگه ملحق بشیم. اونور بریم اینور. این بریم آره دیگه آفرین خودت میدونی دیگه. نخوری؟ نه نمیخورم. نمیخوری؟ سیرم سیر. نجه کامنتر همه میگن برن رو عورت حامد. حامد اندایی نگاه چی میکنی؟ دارم کامنتر رو میخونم اینا چی میگن. من خودم میخونم. حامد چه مهربونه. خیلی مهربونه. خیلی خوبه. حامد خیلی مهربونه. حامد میخوام بعد تازه خودم باید کار دارم بخاطر همین میگم بریم بالا سری بخور. چه کارم داری؟ میخوای سپرایزم کنی؟ آره کارت دارم بخور سری. دیدی بام کار دارم. خجالت کشیدم بام کار داری. مجبوری نهی فکر کنی کار خاصی داره. هیچ کاری نداره. من خود دوستم کنم. نه میخوام ترتیب تو بدم. نازم کنه. حامد همیشه نازم میکنه. حامد همیشه نازم میکنه. فکر نکنی یه وقت عورتشو میخواد بکنی تو عورت من. حامد چه چیزی نگاه کامنت میکنی؟ من خودم میخونم. دارم میخونم اینم چی شب میگن. جمعه است. خب چی کار میخوای بکنی شب جمعه؟ ایدت چیه؟ من ایدمو به بقیه نمیگم. به من بگو ایدتو. به تو میگم من ایدمو بهت نشون میدم. ایدتو به من بگو. ایدت چیه شب ایدمو جمعه؟ بهت نشون بدم. ایده خوبیست آیا؟ آره یه حق سیگار بگشیم. همه سیگار نداریم. برو سیگار بگیر. با هم میریم. من با این حوله پاشم نه الان میریم بالا. بخوابیم. نه من سیگار داریم بالا. میریم بالا یه تنبون تنت میکنیم. وای من حال ندارم همه. میریم میپریم سیگار میگیریم میاد. به ابوالفضل قسم حال ندارم. من نمیتونم. خب فدا ساک اینجا ببینم.
حال ندارم بیام برم سیگار بگیرم. زنگ بزن یا بیان سیگار الان بیارم. تو این وضعیت بارون و نصف شب که سیگار نمی‌روی. کو بارون؟ الان که بارونی نیست. هوای میگی مه آقا مه بارون نیست. مه گرفته همه جره همه دماغ دماغش خدا. حامد الان تمام. حال داره خوبم داره. تو برو به عورت خودت عورتش بره. حاله. من عورتم حال داره. تو برو به حال عورت من خودت عورتم بره. حال داره. گشادم حوصله ندارم پاشم همون که هم لباس بپوشم برم تو همون سرما. کنه نگاه کن. همون که هم لباس بپوشم تو سرما پاشم برم سوپرمارکت. حوصله ندارم. الان همین وسط همون میکنن. نه خیر نه من فکر خیلی کردیم ما بی‌حیاییم. دیگه به بی‌حیایی نیستیم دیگه. آره شاید ما یکم از حیا رو شسته باشم خورده باشم توف ولی کرده توف باشی. کرده باشم ولی دیگه قد بی‌حیا دیگه نیستم. نشه عورت رو صاف کردی پس مگه ندیدی من قبلش تو لایو یه قوم همه ریختم بیرون. به ما چه؟ کسکیون رو ریختم بیرون یا عمامه ها رو ریختم بیرون. آخ چه؟ پرسی دیگه نفهم. بابا یه پرسینگ زدی تو الان چندین ماه دهن ما رو گایدی میگی دست نزن به من. یه پیرسینگ زدی چند ماه دهن ما رو گایدی به قرآن. خب درد لعنتی. چندین ماه ده خب بکنون لام از سبا. خب میفهم وقتی رفته توش یعنی چی؟ تو یه چیزی به تو خودش نداده میگیده یه پرسینگ به اون نگاه کن مثل پرسینگ هم نشونشو بدم. نه نمیخواد. نه نگاه کن حسابی تنت نیست. نگاه پرسینگ رو میبینی؟ پرسینگ رو میبینی؟ یه چیزی به این درازی به بزرگی رفته تو و همه دیگه درد نداره. خب غلط کردی یه چیز درازی. خب معلومه که درد داره. الحاق کردی به خودت. این پسرها مثل که کلا درد رو متوجه نمیشن. به خدا. کوفت؟ نشه حامد جان با دیانا گلو بیان شیراز. عزیزم فداشم بچه شهر. عزیزم همشهری. ایشالله به حق علی آبروسه اگر همه چیز مناسب بود اگر خیلی چیزا عوض شد حتما تشریف میاریم. نه تو دختری من پسرم خیالت راحت. حامد تو رو خدا بیا اینو بگیر. حامد یه مردانگی کن بر من. خب بگو چیکار کنم. پاشو برو یه سیگار بگیر. من میرم. ببین همین مارکته که مارکت الان اینجا بازه. وای من اصلا میترسم تو تنها بذارم. مگه میخوای بچه بپسی؟ پدر سوخته. پاشو برو سیگار بگیر یه 2 تا ردبولم بگیر بیار. نه دیگه ردبول نمیگیرم. حداقل 4 تا آبجو تو برو نه بگیر. دیگه من میام بریم کار داریم بعدش بخوریم. چیز خر میگیری بر من؟ هیچ کوفتی برات نمیگیرم. 2 تا میگم آبجو تو برگ بر من بگیر. میگم هیچی برات اینا نمیگیرم. درصدش بر من نه کمه. میام بریم بالا توپ 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 تمام بریم بخوریم. ببین برو آبجو بگیر. من اوکی الان نمیام آبجو میخوام. بابا جان من اوکی بریم بخوام. من خواهش میکنم برو دیگه اذیت هم نکن به خدا. تو من خودت میدونی شرایط روحیم بعد به قرآن اصلا شرایط روحیم خوب نیست. خدا شاید شرایط روحیم خوب نیست. اصلا شرایط روحیم واقعا برمیاد. برو گم شو. میرم دارم خودم رفرش میکنم. رفرش؟ آره رفرش میام خوب میکنم. شرایط روحیم اصلا خوب نیست بچه ها. خودم میام رفرشت میکنم. پدر سوخته. شرایط روحیم اصلا خوب نیست. من دارم خودم رفرش. من نیا کن الان حرفا رو گوش کن. بلند شو برو بالا سری لباس بپوش. وای حامد همین جوری میام. نه نمیگم الان بیا باهام. منم این دیوانه سرما میخوری بیرون سرده. کدوم سوپرمارکت بازی؟ این نزدیک خونه خودم الان تنهایی میرم. میگم تو برو خب من بالا. تنهایی میری من چجوری خودتو خوش کن. کنم بری؟ 100 بار تا حالا رفتم حالا الان من معده در میاره. برو بالا سری خودتو خوش کن تا من بیام. لباس تو از کن. نیام ببینم. برگردی ها. نیام ببینم هو لباس تنت اینجا نشستی ها. کدوم لباسم بپوشم؟
یه چیز بپوش دیگه، خودتو خوش کن. پرستاری بپوشم یا ملبانی یا خلبانی؟ کدومش؟ نه یا ببینم با حوله نشستی ها، خدا وکیلی جدی نمونم. حامد شورت هم زیر نپوشیدم زیر حوله. حامد 2 تا توبرگ برام ولی خودش به قرآن سردرد گرفتم. اگه من میرم بالا ولی 2 تا توبرگ برام بگی. همین الان بلند شو برو لیوان. 2 تا توبرگ برام بگی من میرم، به قرآن میرم، به ابوالفضل، به حضرت عباس، به تخم از حضرت عباس میرم. تو 2 تا توبرگ بر من بگی آبجو یا ردبول بگیر. سردرد گرفتم آخه باید خیلی بخورم تا حامد خواهش میکنم اولین سوپرمارکت بگی سری بیا. من الان میام بالا، نگران نباش. خدا وکیلی نرو اونجور جا. خدا وکیلی حامد نرو اونجور جا. نشه ابوالفضل بزن به کمر، ابوالفضل بزن تو چونت، بعدش به کمر من بزنه. بیشرف بی‌حیا خیلی ندیده نفس آشغال حروم ساده. ابوالفضل بزن تو کمر، تو کمر ننت بزن، تو کمر بابات بزن، تو کمر ایلو تایفت بزن، تو کمر کتکارت بزن. ابوالفضل چیکار من داره؟ من دارم میگم به تخم اسب حضرت ابوالفضل، بعد تو میگی بزن به کمرت. من چیکار ابوالفضل دارم؟ بزن تو کمرت، خودتو جد و آبادت بیشرف. دوست داریم یکم آهنگ گوش کنیم؟ نشه برو بالا عشقم. عشقم اصلا حال ندارم من بالا، باورت میشه؟ حامد بدید بغلم کن من بالا. 2 تا تو باک بگیرید بیارید من بخورم. جان وای چرا خوب وای چرا خوب که مثل سونا شد اتاق بالا. به خاطر اون بخاری المنتیان که گرمه، المنتاش خیلی گرمه، المنتاش تو حلقم. میگم الان بالا مثل سونا جکوزی شده. باشه خیلی خوبه. همه تو باگ یادت نره. باشه تو رو قرآن زود بیاد. تو را به ابوالفضل، تو را به علی زود بیاد. حامد اولین سوپرمارکت یه چیزی بگیر بیا. الان ساعت چنده؟ نه حامد رفت بالا دوباره اومد پایین. حامد رفتی؟ حامد چیزم بزن، دزگیرم بزن، من میترسم. بزن. این صدای ممتدی که شنید دزگیر خونم بود. این صدای ممتدی که شنیدید دزگیر خونمون بود. که مثلا دارم میگم اگر من اینجا تنها نشستم یه دفعه دارم میگم یکی اومد وارد خونه شد، خواست به عورت من تجاوز کنه، خواست مثلا حولمو بزنه کنار به عورت من تجاوز کنه، تا در باز میشه سریع یه کال زنگ میزنه به پلیس این دزگیر خونه، دیگه مثلا فلان مورد مثلا دزدی شده توی خونهشون، سریع پلیس اعزام میشه اینجا. این به خاطر اینه. این دزگیر عورته در واقع. در واقع دزگیر عورته. حسین پامه نجای سیستم امنیتی کاخ سفید به کار افتاد. آره دقیقا حسین پامه همه میخوان بیان اصلا دیگه یه وضعی ها. من اصلا قدم میزنم توی این شهره خب پاهام ببین اینقدر محکمه زمین میلرزه.
متوجه میشی حسین پاور؟ زمین میلرزه و همه نگاه میکنن یه جوری نگاه میکنن من هر لحظه احساس میکنم یکی میخواد بیاد عورتمو مثلا جر و جر کنه. برای هم میترسم، برای هم یه سیستم امنیتی خیلی قوی برای خونه گذاشتم. پاشو برو بالا الان میاد. اتفاقا باید برم بالا شاش دارم دستشمون نیه تمام بالاتر باید برم جیش دارم به ابوالفضل. نشه یه جوری میگی عورت انگار خودت داری. عشقم میدونم تو هم داری قربونت برم، ولی من منظورم اینه که از داشتات استفاده مثبت بکن. حداقل عورت داری از عورتت استفاده مثبتی بکنی. نشه الان میاد قاطی میکنه هنوز پایین. نه بابا برای چی قاطی بکنم؟ من دیوونم که قاطی بکنم. نشه چرا امشب قفلی زدی رو عورت؟ نمیدونم. عورت هم تو حلقه. نمیدونم. مگه نمیدونم مشروب بخورم و حتما قفلی زدم روی یه چیزی دیگه. هستی نوشته تو که عورتت بسته است. عزیزم تو از کجا میدونی؟ من خودتو، ننتو، کاکاتو، برادرتو، نمیدونم باباتو، همه کس کارتو میکنم تو عورتم در میارم. بعد تو میگه عورتت بسته است. برو آمو در جونت بگیر. برو خدا خیرت بده. برو آمو بشین ببینم. برو ما خودمون بچه شهریم، تو دیگه حرف از عورت برای ما میزنی؟ برو خلویی. برو آمو این حرفا برای ما نزن. برو ناموسن صدای ما رو در نیار. آمو نیزارن عورتمون هی صحبت بکنیم. هی عورت اینجا را ننداز. برو. ما خودمون هم عورتمون باز، هم عورتمون تنگ، هم عورتمون خوبه، هم عورتمون همه جوره خوب و عالی و پرفکت. عورتمون گلدنه. گلدن عورت استار هستیم ما. بار آمده از خدا. بار آمده از خدای مهربون. لکسیه ترسیدم. بی بغلم مامان، بی بغلم عزیزم. بیا لکسی قربونت برم. لکسی بود. ترسیدم عزیزم. من ترسیدم. بشین لکسی بشین. ترسیدم. بعد حامد زنگ زد گفت نترس. لکسی چیز بود. لکسی طبقه بالا بود بابا. بشین لکسی مامان. بشین لکسی داری چه کار میکنی؟ لکسی داری چه کار میکنی عزیزم؟ قربونش برم. چقدر مظلومه طفلی. به خدا یه عالم سنگ دوربر خودم جمع کردم. نگاه واقعش بدجور ترسیده. آره یه دفعه گفتم وای خدایا کی بود اومد؟ کسی خب بخواد از در و پنجره بیاد خب سیستم امنیتی صدا میده. کیه؟ یه دفعه اومد کنارم. نگاه کردم لکسیه. لکسی از طبقه 4 اومده پایین. عزیزم بشین مامان. لکسی عزیزم چقدر تو نازی. نه بلکن مامانی. بلکن مامان. بلکن. نه لکسیه بیچاره طفلی. چجوری من اینا رو بدم برن؟ چجوری دلم میاد نشه دوباره بترس ناموسم. نمیتونم به خدا. تصمیم دارم که سگا رو کمتر کنم. لکسی عزیزم. لکسی مامان بشین.
چه قربونت برم، بشین عزیزم، بشین مادر. نشه پشمای عورتت ریخته. قبل از که پشم عورتم بریزه، خب من خودم رفتم شیف کردم. نشه پاشو برو بالا. میرم بالا حالا. لکسی مامان بشین، مامان بشین عزیزم، بشین لکسی مامان جون مادر. لکسی نانوز، لکسی خوشگل، لکسی مهربون. اینا اینجوری نگاش نکنید، اینا سگای وحشی نکنن، آدم تیکه پاره میکنن. یعنی با من خوبه. اول فیدل حوث عورت کرده بود، از این لکسی دلش تنگ شده بود اومده بود. یه دفعه اومد کرک و پشمم ریخت به قرآن، پشمام. یه دفعه دیدی چجوری ترسیدم عزیزم. بیچاره دلش ناز میخواد، دلش نوازش میخواد. ای خدا. اگه بدونین تو چه حالتیه نگاه کنی. بهش بده. عوضی خودش دختره، من چجوری بهش بدم؟ خودش دختره. بشی مامان. لکسی نه مامان، نه مامان، نه مامان، نه لکسی بشین. نه پرسینگ همو نمیکنه. نشه پشت سر چیه؟ وای پشت سرم باباته. پشت سر من باباته اومده اینجا. آره خود مادم خودش ناناز داره، بعد چجوری میخواد منو چیز کنه؟ نمیتونه که. بشین مامان. دستم درد گرفت چجوری دندون گرفتی عزیزم؟ بشین مامان بشین. نه دوستان یکم آهنگ بذارم. یه لحظه بایستی. خلصه خلق سلاح، قوی اما بی‌حس، شلوغ اما بی‌کس، قطع جناح. فکر تو هر جا برم من اتفاقا عاشقم، اما تو نه. دائما دنبال اینم با چه ترفندی تو را همراه کنم. مثلت ندیدم کاملا، حست شبیه من، وصله جون منی. آروم قلبم با تو انگار تو عزیزم، خلصه روح منی. من ازت چیزی نمیخوام، تو فقط بشو مثل قدیم همین. آها بذار که قطع تو باشم، تو بکش تو شاخم و از این زمین.
من ازت چیزی نمیخوام، فقط تا تو دست کسی ندیم. ما که خب باسه بودنت رو به هر کس و ناکسی زدیم. من حتی برگردم عقبم، بازم تو رو میخوام، تو هم یه لبخند. اگه برگردم عقبم، بازم تو رو میخوام، تو هم لبخند بزن قلم. خلق صدا، قتلگاهی پر از آرامش برای تولد نوری در عمق تاریکی. بگو از شهر خیالت به کجا باید سفر کرد، واسه اون شمع نگاهت شکل ماهت به خدا باید خطر کرد. بگو از دام هوات داغ لبات خب به کی میشه ناه برد. بگو چه جوری به جز تو همه دنیا همه چیه ها برام مرد. من پر از آرامشم با تو پر از آرامشی واسم، چشای تو بدون حتی هیچ آرایشی نازم. فکر تو هم هر جا برم من اتفاقا عاشقم، اما تو نه. دائما دنبال اینم با چه ترفندی تو رو همراه کنم. مثلت ندیدم کاملا، مثلت شبیه من وصله جون منی. آروم قلبم با تو انگار تو عزیزم، خلسه روح منی. خلسه تنها یک روزنه نیست، یک آغاز است، پایان یک مسیر. خلسه تنها آزادی نیست، گاهی حتی در نگاه یک اسیر. ساده نی میدونم همه جا ساده باشی، ولی من قدر این سادگی تو میدونم. ساده نی میدونم معمولا ساکتی، ولی از چشات این ساکتی رو میخونم. ساده نی میفهمم همه جا دور بمونی و تنها حل کنی جدول. آره عزیزم ساده نی میفهمم، ولی خب آدما بد سیاه و بیرحمن. قشنگ 10 پله بالا سرقشری و انسانی، عجب خوشمزه است اون لبات، عجب عشقی به من دادی. اصلا بعضی این اوضاع عجب مستی شدم با تو، ازت بدجوری ممنونم، پر هستی شدم با تو. من پر از معجزه‌ام با تو، پر از معجزه ای واسم. همه چیزمو میسازم دوباره، تو اگه فرجه بدی بازم. من حتی برگردم عقبم، بازم تو رو میخوام، تو هم یه لبخند بزن اقلم. برگردم عقبم، بازم تو رو میخوام، تو هم یه لبخند بزن اقلم. گاهی یک لبخند سرآغاز یک زندگیست و گاهی یک صادفی سرآغاز عشق. بده دستاتو به من تا
بسازیم دنیا رو با عشق، تو قدیما رو ولش کن، پای من کل گناهش، بده ترس و به سیاهی، رد تو به نورت، پای همه رو ببر تا قدم من کنه خوبت، دور نشو از جلو چشمم، تو شدی ضربه و عشقم، ما دوتا مال پروازیم، ده بزن قفص و بشکن، ده بزن هر دوی ما رو به پرون از قفص، نفس شهر رو ببر تا بکنه زندت نفس من، فکر تو هم هر جا برم من اتفاقا عاشقم اما تو نه، دائما دنبال اینم با چه ترفندی تو رو همراه کنم، مثلت ندیدم کاملا حست شبی من وصله جون منی، آروم قلبم با تو انگار تو عزیزم خلصه روح منی، از بلندای نگاه تو سبک بال شدم، گاهی یک جنگ برای ماندن محترمتر از یک صلح است برای رفتن، گاهی جدایی درمان نیست، گذشت درمان است، صبر، مسالمت.